با من تماس میگیره، خودش به من زنگ میزنه، کسی که دوستش دارم، عشقم، اکسم، بچم، هر کسی که برات مهمه، عشق دل، ببینیم چی میشه. یا حق نشانم بده. بله، امشب براش افتاده دلتنگی، ازش خبر میشه. این شخص داره نگهبانی تو میده، داره کشیک تو میده، توی مجازی یا حضوری داره امتحانت میکنه، داره آزمایشت میکنه. یه سری افراد رو داره به سمتت میفرسته که ازت خبر بگیرن. به سرعت از طرف خودش خبر، تماس، پیام میبینم. و این که تغییر تحولات بزرگی توی رابطتونه. عشقای دل، اونایی که منو لایک و کامنت دارن، تحقق این تکنیت 100% بهشون قول میدم، شک ندارم. ببین، خودش به سمتت میاد، خودش بهت خبر میده و صحبتهایی داره. تو قنبرک تو جمع کن، انقدرم انرژی منفی نده، انقدرم منفی صحبت نکن. این شخص ریشه کردی تو وجود این شخص. یادت نره لایک، کامنت، یادت نره.